امروز 3 آذره و اینکه یه لیست بلند بالایی الان جلوی من هست که ما یه سفارشی دادیم از اسنپ حدود 50 قلم جنسه. بعد من میخوام بگم که تقریبا چقدر شد. 5 تومن. خب یعنی روند 5 تومن، حالا با تخفیف هایی که داشته اینا. حالا چه چیزایی من اینا رو گفتم قرار شد دیگه هر ماه یه مقایسه قیمت بکنم دیگه. یه دونه دیگه هم داشتم از قبل از یه فروشگاه دیگه ولی اونو نخوندم. این اسنپه، اون اتکا بود. ببینیم مثلا یه مایع ظرفشویی 84 تومنه، چون 15% تخفیف خورده بود. اینایی که حالا تخفیف خورده رو دارن. یا مثلا شامپو بدن 60% تخفیف خورده بود شده بود 43 تومن. دوباره یه شامپو بدن دیگه 60% 46 تومن. بعد اینا که 60% شامپو ضد ریزش مو 60% 126 تومن. شامپو موی رنگ شده 40% 151 تومن بوده شده 90 تومن. بعد نوار بهداشتی بالدار پنبه بزرگ نیمه ضخیم مای کلاسیک 6 عدد 19% تخفیف خورده بود و شده 292 تومن. این حالا قیمتش خوبه. بعد 10% دستمال توالت 268 تومن، به نظرم زیاده. بعد دوباره غلات صبحانه 3 عدد بوده شده 75 تومن. خیلی به نظرم زیاده. این چند تایی هم دارم میخونم. بعد یه دونه دیگه مثلا کنسرو ماهی 9% تخفیف خورده شده 143 تومن. بازم به نظرم زیاده چون کنسرو ماهی دارن حجمشون کم میشه. دیگه کره گیاهی کمچرب زعفرانی حاوی ویتامین دی 250 گرمیش 2 عدد بوده شده 84 تومن. حالا به نظرم خوبه چون کره گیاهیه. و نوشابه متاسفانه کوکا 15% تخفیف 3 عدد 149 تومن. خب زیاده دیگه. 7 تومن شده. خب مبلغ قابل پرداخت 5,356,057 تومن. به نظرم خیلی زیاده. توی خارج از کشور حالا خواستم یه مثالی بزنم که حالا بعدن میزنم. ببینید اینم تاریخش. خب ولی واقعا مصرف، ما خیلی مصرف کننده، خیلی مثلا یه سری چیزا میدم. حالا ماکارونی باید باشه چون ماکارونی خوریم ما. بعد روغن زیتون به نظرم خیلی روغن زیتون گرونه. یه عدد 375 تومن. بعد مثلا یه روغن زیتونی که نصف این بود خب خیلی کمتر از این بود. حالا روغن زیتونه مثلا بکر باشه کوفت باشه خیلی گرونن بعضی چیزا الکی. یا مثلا چرا باید قارچی ذره‌اش انقدر گرون باشه؟ مثلا قارچ کوچولو صدفی ساده، نه قارچ شیتاکه. خلاصه هیچ کالایی رو بدون تخفیف نخرید. من اینو نشون دادم که بگم خرید از اسنپ چه فوایدی داره و چه چیزاییش مثلا خوب هست نیست و اینا. یکی از بستایی که رسیده بود یعنی توش مربا بود. خب اون شکسته بود. بعد اینکه انقدر پلاستیک مصرف میکنن بعد دورشو چسب میزنن چند بار بعد با یه بند شیرینی اینا رو به هم میبندن اینجوری هم که خیلی به محیط زیست دارن صدمه میدارن. میتونن بسته‌بندیشون رو یه تغییری یه فکری کنن مثلا یه جور دیگه باشه نه اینطوری. بعد مثلا ما که حالا خونمون آسانسور نداره راحت‌تر بیاریم بالا.
بعد فعلا این بود انتقادی که به این موضوع داشتم. و حالا که تو بلک فرایدییم و 2 روز دیگه تموم میشه، ای کاش واقعا تخفیف میذاشتن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی.